سلام، شما خوبین؟ طرز تهیه همبرگوگرد خارزکی. کریم سرکه اول تو مایتاب 60 نفره املت رو با آب گلگلی چه سرخ کرد، چون امروز وقت ترمیم پاشنه و تینت زیر بغل داره، عضله‌ای با کاردش بتون درزگیری که عمش باهاش پیدیار میکنه، تخم مرغ و به جای چنگال با پنگال، ای الهی بواسیلت بزنه بیرون. دستشو که با آب گلیون تمیز کرد، رو اوپن با گوشت گوزبندی به همدیگه تر میمالش. گوشتا همگی پستاندارد سلامت داره که از گوشت اضافه فروشی کشتارگاز خریده شد. با زدن لپه که سگ ریده بود بهش سر تپه که ویتامین جی داره، دستاشو با لب استخر روغن دیزل بان هموم مگه. کریم سرکه میخوای بکن خودتم به صابون لبه چربیات درات بیستا. دست چپش همش به کابله که قبل دستگیری بهداشت چون حوله نداره خودشو با برق خوش بکنه. وای اون سبد سه گوشه هموم نیست؟ با یه حرکت همبرگر رو با سر دادن تو آب گلگلی و روغن موتور یادگار پدرزد بی پدرش به انبرجوجر تبدیل میکنه. کریم سرکه این روش رو از استادش که با نوک آب میوه‌گیریش آب نارنج میداد به کوکو یاد گرفته. استاد یانکسه بتول تخم سگ با بلعیدن تخم مرغ سفیدش رو از زرداب به معده‌اش جدا میکرد و با پاشش شاش شتر پیپی زبونا رو موتور به جای قالبگیری با نوک موهای زیر بغلش ضمن پرس فرمودن کوکو قالبگیری خوش بستره. سله علا سترکه اوستا کریم بترکه. خدا پدرتو بیاز مرده سرآشپز انه. روغن سوخته‌های کریم سرکه خیلی کف میکنه، خدا کنه نشاشیده باشه توش. لا خاک بری بمبئی.